ماشین تو پارک کردی، فکر کردی خیلی امنه، جاشم خیلی اوکیه، تازه ضد سرقت هم کردی به خیال خودت. بیا یه دونه سیخ من از اینجا ور میدارم میارم میزنم در ماشین تو، راحت بازش میکنم. حالا اینو آخر سر میبندیمش، اینم کج کنم نخوره زمین. نگاه کن، بیا داخل. اینا صداشو قطع کنم. این قفل فرمون نگیرین. بیا بذاش. این قفل فرمون اونم وا کردیم. قفل پدال بسته. این هم قفل پدال. فکر کردی ماشینت ایمنه؟ نگاه کن، کلاف زده، بغل پوشونده، اینجا هم زده، یعنی دوز از هیچ جا نمیتونه، یعنی هر کی ببینه فکر میکنه ضد سرقت کامله. ولی یه قطعه اصلی داره که این روه نبستی، باید ضد سرقت اصولی باشه که آقا ماشین تو دوز نبره همینجوری ول کنی کنار خیابون. مدل ماشین تو این زیر واسم بنویس، ضعفشو بهت میگم تو دایرکت که دقیقاً چه ضعفایی داره، کجا رو باید بپوشونی. مدل ماشین تو اینجا بفرست، دایرکت تو چک کن. خیلی مخلصی.